ما امتحان امروز تو خونه بکنم الان بس نداشت بیام سرمان خواه زنگ مامان جون برام سوپ درست کن تا بیام مامان سرمان خواه خوش آمدی دختر گلم آیلین خانم عزیز بابا جون چطوری بابا جون؟ خوبی؟ مامان چون دیدی؟ خواب بودی؟ خواب بودی؟ خواب بودی؟ با دست چشه؟ اینجا چشه؟ سرما خوردی؟ دست سرما خوردی بابا جون؟ الان مریضی؟ خوب میشه عزیز بابا جون با قربونت دختر گل بابا جون بدش که برای کنم سرین نبیا بوست کنم؟ آیلینا خوب بوست کن؟ ماما سردش خب بیا بیا بابا جون بیا بابا جون بیا عزیزم مریضی؟ خوب سرما خورده؟ برم خوب میشه سرما یونه؟ خوب میشه برای تو بیا برای من برای چو آمپول میدی؟ با آمپول میدی؟ دختر گلم کجا بودی بابا جون؟ خوش آمدی نازی بابا جونی عزیز بابا جونی سهلای راحت دست درا؟ دختر گل منه سرما خوردی بابا جون؟ خوب میشی بابا جون خوب میشی دختر گلم خوب میشه تخم الان خوش گلم الان شام میخوری؟ گشنت شده؟ آره دخترم خوب میشه الان گیفتار؟ سرما خوری برای چی اینجوری لختی؟ سرما خوری برای چی لختی؟ ماشاءالله دختر گلم عزیز بابا جونه
کجا بودی؟ اصفهان بودی بابا جون؟ چه خبر؟ خوبی؟ خوبی؟ سلامتی؟ چه سرما خوردی بابا جون؟ سردت بود؟ عزیزم قربون دخترم نایس بابا جون. خوبی پیشم بازی کردم بند خوشگلی خوشگله. کجایی؟ ببینم دست تو گریه کردی؟ خوب گشنته؟ گشنته؟ بریم آره؟ شام بخوریم؟ باشه میریم شام میخوریم حالا تو دخترم خوب بشه. میریم شام میخوریم تو دخترم خوب بشه باشه؟ پیشم ببینم دست تو چرا شیطونی کردی؟ من درست کردم. داره سوپ درست کرد سوپ میخوری تو؟ آره. تو بخوری خب بگو خب دارا تو باید بخوری بگو خب خب اوی ازاتم بخور بخواب سلام دارید چرا؟ آب بزنیش؟ میخوری؟ خوبه. الان برای دخترم آرشن خوردی؟ خوردی؟ الان برات میاره میخوری بابا جون. یکی دیگه هم بخور. خوب بشی خب؟ تا برای سرماخوردگی خوب بشی باشه؟ عزیزم آقای آیلی لیلا بیدرس نگو تا دیگه چیفی نامینه نگو قربازش کنم من چه داخل شد بعد این نگو بستا در بزن و شادمانی چه عجیب چی بیدرس؟ گمان سر یاشا ما آیلی نبید مریم که رسیده چه بره داخله یاشا اینا نبره داخل چی بی بیدرس؟ لیلا در زیر پای کی پیشان نایدن بر دقیقا عجله کنی آیلین یادم کیفی باستم خودتم بود برای دخترم الان شیرین میکنم خوب میشی سرمات خوب داروات خوردی؟ آره؟ آره؟ عزیزم چی خوردی؟ شربت هم خوردی؟ خوب میشی بابا جون دخترم خوب میشه ناز بابا جون خوب میشه عزیز بابا جونه چقدر ناز دخترم جونم بابا جون الان برات شیرین میکنم لباساتو گذاشتی دم در خواب آقا دوزه خواست ببرشون بردشون دیگه لباس نداری بونه نمیبره مال کیف آقا نیاورد کیف چه نیورد گذاشتی تو کوچه؟ لباساتو برداشتم بردن کیفو گذاشتم دم در نه بابا لباس جون نداری لباسا منو بپوش باشه؟ سر زنگزه گوشینه جواب داره لباسا منو میپوشی؟ نه ببین بابا برای جون. لباس بخریم پتشکوی در زنگزه بذار تا سرد بشه خب بدم دخترم بخوره باشه تا سرد بشه اینجا بودی؟ نه اصفهان خونه خودتون بودی کی پیشت بود که مامان رفته کلاس دیگه خودم اه با روزن بازی کردی رفت پیش باباش اه اونجا نبود کو نمیدونم پتر با مامانی نمیری کلاس یاد بگیری نمیری کلاس بابا جون؟ اگه یاد میگیرم که همش یاد بگیرم تو خونه خودت درس میخونی آره؟ باشه دختر چی مینویسی؟ بخونی کلاس فارسی فارسی یاد میگیری زبان انگلیسی هم میری حالا انگلیسی بلدی؟ میگی هلو؟ بگو هلو آیلی ماشین چی میشه؟ ماشین چی میشه؟ کار مورچه دختر چی میشه؟ نمیدونم یادش رفت دخترم مریض شد یادش رفت تا خوب بشه دوباره یاد میگیری آره آره دختر خب دیگه آیشنت هم بخور نه سرده بهش بخوره داغه تا سرد بشه یخناب سر کتری داغه تا سرد بشه دخترم بخوره باشه نمیدونم
داغ یا سرده؟ آبشن تو بخور بعد بریم چطور؟ تستش کنم من از غذا بخوریم بزرگ بشیم. اون سرما نخوام باشه برام داغه؟ نه بابا جون اساسی آیلی نه بین داغ نباشه. داغه؟ آروم آروم بخور آرام آرام بخور تا خوب بشه. بخور تا من سفره آماده کنم شام. باریکلا دختر گلم، ماشاءالله عزیز بابا جون. چی؟ سوپ؟ سوپ؟ خیلی میخوری؟ آره. برای مامان هم درست کرد. شم میخوام. شم. هم غذا بخورم. باشه؟ باشه؟ قاشق. بینم قاشق. نه سوزی اون داغه. کوچیک میخوام. کوچولو؟ این کلاه کیه من بردارمش برای خودم؟ من خود. من چند دستمال گذاشتم. سرمانه هست سوپی که فرانسیسی خود خوش؟ داغه. بلدی سوپ بخوری؟ سوپ دوست داری؟ خیلی؟ من کوچولو بخورم. باریکلا دخترم، سوپ میخوری؟ بخور عزیزم، برای سرماخوردگی خوبه میدونی؟ بخور دوباره بخور بازم بخور. آره. داغه. داغه؟ داغه؟ نگاه یکم گوشتم کشه. آیلین مگه میخوری؟ آیلین بگه میخوری؟ بخور عزیزم بخور. اینجا باریکلا دختر گلم، ماشاءالله آیلین خانم. خوشمزه؟ همه شو بخور خب؟ آفرین دخترم قبلش همه شو میخوره. مگه دستت درد میکنه؟ که باز سرم تو بزنی؟ که باز؟ امشب دیگه نمیخواد بزنی؟ الکی نکو. هم برای بابا جون چای درست نمیکنی؟ چای درست میکنی برای بابا جون؟ برو بیا یه چای درست کن برای بابا جون. برو با سایت بیا یه چای درست کن برای بابا جون. باریکلا دختر گلم، چای درست کن برای بابا جون. خب برای همه رو بیا. خب این یکی اونا رو هم بیا برای بابا جون چای درست کن. برای بابا جون چای درست کن. خب باریکلا دختر گلم. خب میذاریم اینجا، استکانات هم بیار.
عزیز بیا بذار من بیارمشون دست بذار تا مریم کمکت بکنه. خب برو تمام بیا. خب بیا اینجا. الان برای بابا جون بشی چای درست کن. مگه لیوان هست؟ بشی یا تو بشی لیوان برای هم من اینجا. بابا جون درست کن. لیوان هم. خب بشی اینجا بشی اینجا بشی اینجا. خب برای بابا جون باری کل دخترم برش دارم. خب نه اینو دیگه بر ندارم. بذار رو چای درست کن برای بابا جون. خب خب چای درست کردی؟ باریکل دخترم. خب حالا چای بریز برای بابا جون. بریز توی استکانا. چای بریز برای بابا جون. خب بریز چای برای بابا جون. بده بابا جون. وایسا. باریکل دخترم. ماشاءالله آیلین خانم. داغ ای که بذارم سرد بشه. آره. باشه ببرم میدم. چای بده. به مامان جونم میدی؟ به منم میدی؟ باریکل دخترم چقدر خوشمزه چای آیلین. آیلین، به من ماشاءالله قهوه دختر گلم. قهوه هم درست کردی؟ بده مامان جون. قهوه داخلش. داخلی این قهوه؟ آره. او چای آره؟ خب بریز برای مامان جون. حالا بده دست مامان جون. بگو بخور. به منم میدی؟ باریکل دخترم. برای مریم هم بده. منم قهوه میخوام. آره خیلی خوشمزه. باریکل دخترم. احسن. دست در نکنه دختر گلم. ماشاءالله. آیلین دست دیگه چشه سمت دستش صوت رو. اونجا هم برای مامانت چای درست با می‌کنی؟ تیکه. من فکر کردم سوختی چای درست کردی برای ما سوختی. نه بابا جون چه چایت خوشمزه. باریکل آیلین دست در نکنه. باشه ممنون. باریکل دخترم. ماشاءالله دختر گلم. چای درست کرد برای بابا جون. خوب شد. قناز و شدی توی خوب. اینم چایه؟ اینم چی توشه؟ قهوه. این قهوه‌ایه. با اون دست بده دخترم. دخترم تا قهوه بریزه. قهوه‌ام به مامان بریزم. ندادی؟ به مامانم بده. این قهوه. قهوه بده مامان. باریکل. خودت هم بخور. خودت نخوردی؟ چای میخوری خودت؟ و این چیه؟ این چی تو اینه؟ قهوه. خب خودت هم چای بخور. باریکلا. ماشاءالله دختر گلم. چقدر ناز شدی. چقدر خانم شدی تو. قهوه‌ام بخورم. آره بخور. قهوه هم میخوری؟ خوشمزه است؟ خیلی شد. چیه؟ خیلی شد. خیلی شد؟ آره طوری نیست. بخور بابا جون. باریکلا. و اینه کی برات خرید اینو؟ آفرین. کی برات خرید؟ بابا چی توشه؟ مامانی بابایی. لباس هم خریدی؟ چی خریدی؟ مثل گردنده. خب برای من هم چی خریدی؟ مامان چه نخریدی؟ تو سفید. ماشاءالله. من خب سفید نمی‌پوشم. دختر گلم. چرا؟ عوضش کن. دختر بابا جونه.